کمیته اولویت فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 19 ینور سال 2023 تخمینا ساعت 16:30 هنگام گذشتن از دریای خانقو که یخ بسته بود، یک خواهر و برادری 16 و 7 ساله ساکنان دهه گچک جماعت دیهاتی دهخان‌آباد شهر ایسار به زیر یخ فرو رفتند. با تلاش همسایه و پسر بچه از مرگ نجات داده شد. جستجوی دختر نابالغ تا ساعت 18:40 ادامه دارد. بالاخره جسد او را 30 متر پایین‌تر از محل حادثه پیدا نمودند. کمیته اولویت فوق‌العاده به والدان این دختر هلاک شده اظهار همدردی میکند. همزمان از پدر و مادران با احترام خواهش مینماید که کودکان خود را به نظارت نگذارند. حتما فرزندانتان را از خطرهای احتمالی گذشتن از آب رود و کوهها که خبط نچندان غفص یخ دارند آگاه نمایید. در همین حال نشریه آیله خبر داد که دختر هلاک شده امینه نام داشت و هنگام نجات دادرانش غرق شده است.